معلمه مستونه خانم ارگشوا با برنامه ما خوش آمدید و لطفاً میگفتید که چی سبب شد که شما از یک دهه دوردست تاجیکستان برای تحصیل به پایتخت کشور آمدید؟ من با صنعت سرایندگی و نوازندگی به حد دلبستگی سخت داشتم و همین کوشش های مرا در همون ناحیه‌مون در همون مکتبی که من خوندم ختم کردم در آنجا دیدن همه استادان و انا خشتبار پدر و مادرم همشون دیدن که شوق من نسبت صنعت به اندازه است و بعد ختم مکتب میانه مرا بعد دانشگاه صنعت روان کردن. اون سالها یعنی 1969 70 دخترای دهات رو به خواندن رازگی نمیدادن پدر و مادرم، لیکن پدری مرا بسیار انسان‌های با احترام با آبروی مصلحت کرده راضی کننده و خوشبختانه من به شهر دوشنبه به خواندن آمدم. اگر اشتباه نکنم حتی استاد میرزا ترسونزاده هم در این زمینه چی نقش داشتن، این درست است؟ میرزا ترسونزاده ما همون شاعران و همین اهل ادبی همون دوره همشون که مرا از با واسطه رادیو صدای مرا سرودخوانی مرا شنیده بودن یک میل عجیب داشتن و با سرودخوانی من بسیار هم اعتبار دادن و حتی میرزا ترسونزاده حتی در کجایی که مثلا واخوری داشته باشن یک دخترک از ناحیه قمسنگیر هست و باید بیاید خواند گفته همین خیلی یک شوق و ذوق کتی گپ می‌زدن. چند مدت است که شما در دوشنبه مشغول صنعت هستید و شما دانشکده صنعت رو ختم کردید یا باز یگان مؤسسه تعلیمی دیگر رو؟ دانشگاه صنعت 5 سال خواندم، سال 69 یعنی 1969 داخل شدم، سال 1974 آن رو ختم نمودم. در بین کمی همین خیلی توقف بود که من به شوهر برآمدم، فرزند داشتم. بعد از اون سال 1978 به انسامبل شش مقام کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان به کار دعوت شدم و آنجا 25 سال من فعالیت کردم. 2.5 سال 3 سال در انسامبل شش مقام، یعنی سالهای 1985 86 87 من راهبری بدیعی انسامبل شش مقام بودم. یک مدت شما از طریق سروده های شما از طریق شبکه های تلویزیونی کمتر نمایش داده میشدن. فکر میکنید چرا این خیلی رخ داد؟ سابقه کاری سراینده 25 سال است. همین سال 2003 همین پر شد، 25 سال تمام شد. بعد من خواستم به خانه روم، مثلا این کار رو نکنم، لیکن در تاجیکستان اولین بار کنسرواتوریایی امروز ملی است، البته ملی تأسیس داده شد با راهبری شادروان کمپوزیتوری بسیار هم مشهور تاجیکستان طلبخواجه ستار و من رو به اونجا دعوت کردن. من از یعنی که شش مقام راست به همونجا رفتیم و از بس که بنا نداشتیم، بنای کنسرواتوری در اول در دانشگاه صنعت به ما بنا دادن. 1.5 سال ما در همونجا کار کردیم. اون وقتایی که مثلا نه با کنسرواتور با کار گذاشته بودم، مردم یعنی که همون همکاران باشن، همکاران تلویزیونی ما، رادیویی ما، فکر کردن که من الان که با نفقه برآمده رفتم و دیگه برآمد نمیکنم. من 17 سال باز اینجا من آموزگار هستم، اجرا کننده وظیفه پروفسور هستم اینجا و از بخش شش مقام درس میدم، لیکن تازه برآمد هم به حد بسیار. حالا در میان آوازخوان‌ها یک نوع رویه پیدا شده است، مدح سرایی درباره یگان راهبر یا یگان نفر دیگر. نظر شما چی است؟ شما آیا در فعالیت ایجادی خود باره هم مدح سرایی کرده اید یا نه؟ مدح سرایی نکردم، چون که ما همه وقت با آموختن شش مقام بند بودیم.
خودتون میدونید که این از 6 مقام عبارت از 6 مقام معلم های ما استادان ما از همین آموزش 6 مقام با ما درس میدادن. برای ما وقتی یگان زیادی نداشتیم که یگان کس را مثلا وصف کرده باشیم و خیلی من مثلا در دوره شوروی فرض کردیم لنین را وصف میکردیم، پارتیا را وصف میکردیم. امروز حکومت ما جمهوری ما دولت دموکراتی است. برای کسی مثلا در دلش چه خیلی خواهش داشته باشد همون رو اجرا میکند، لیکن ماتیا سرای نکردم با یگان کس بخشیده باشم و مثلا سرودهایم را. دوگانه های شما نیگینا راوپ و نقره رحمت و هم خیلی سرشناس بودن. چی خاطره های دارید از همتایان آوازخوان خود که حالا در قید حیات نیستن؟ همون دوستی که ما بین خودمون همه اعضایان انسمبل، هم مردها هم زنها، دوستی برادرانه ما که در همون سالها بود امروزها نمیبینم. این دوستی رو نیست، پیدا کردن نمیشود. شما که در سبک 6 مقام خیلی شهرت دارید و چند برنامه های هنری بود شام دوستی و بعد از دوباره برقرار شدن رابطه های دوستانه با ازبکستان شما رو به این برنامه ها دعوت کردن؟ آیا به تاشکند سفر داشتید یا نه؟ متاسفانه ما رو به یگان جشنواره مثلا روزهای فرهنگ ازبکستان در تاجیکستان شد یا که مثلا روزهای فرهنگ تاجیکستان در ازبکستان شد، اقلا به حیث مهمان تماشابین حتی دعوت نکرد هیچ کس. نمیدونم برای چی، شاید من پیر شده باشم برای همین ما میدونیم که آخر در میان ازبک زبانان تاجیکستان شما خیلی مشهور و شهرت دارید و به شما احترام میگذارند. با اصطلاح دیگر آیا به مراسم های عروسی در ازبکستان دعوت میکنن؟ با مراسم های عروسی نرفتم، لیکن همین در اول سال من به تاشکند یک توی گذراندم. بعد از وی دیگر توی نرفتم و در همون توی در یکسروی رستوران یکسروی تاشکند شد و اونجا من بسیار شناسهای دیرینه رو دیدم، بسیار خرسند شدم. پوشیده نیست که بسیاری از هنرمندان آوازخوان‌ها زندگی خود را از مبلغ پیش میبرند که در ضمن خدمت در این مراسم‌های عروسی به دست میآورند. آیا حالا که مقدار توی‌ها کم شده است وضع زندگی هنرمندان دشوارتر شد یا چی گونه؟ من البته بسیار در زمان شوروی بسیار توی میرفتم تا همین سالهای بقریبیه بسیار توی میرفتم و در حقیقت شما درست گفتید که بسیار همین کمبودی روزگار مثلا زندگی همش از پشت همون بود بغیر از اونی که ما معاش میگیریم. لیکن در همین روزهایی که ما 3 ماه در خانه در کرانتین نشستیم، همین دولت و حکومت خصوصا همین جای کاری من کنسرواتوری ملی تاجیکستان همه وقت معاشای ما رو در وقتش تامین کردن و از جهت اقتصادی من هیچ کمبودی نکشیدم. عائله ما همین خیلی بود. اکنون دیگر صنعتکارها رو نمیدونم، چون که هر روز مثلا در رستوران ها توی هست، با فکرم توی میروند. اکنون جوانان رو بسیار میبرن. حاضر همیشه شده است که اگر فنگرام نخونید توی به نمیبرن شما. چرا؟ حاضر همیشه شدگی. یعنی اجرای زنده قبول ندارن. همین وضع صنعت آوازخوانی در تاجیکستان رو شما چگونه ارزیابی کرده میتونید بها گذاری که آیا واقعا آوازخوان‌های پروفسیونال حرفه‌ای در ما روی صحنه هستند یا به صحنه برآمدنشون دشوارتر است؟ کنسرواتوری ملی هست فرض کردیم، دانشگاه صنعت، من از همین 2 درگاه بسیار بزرگ صنعت بسیار شاگردان خوب برآمده استادن. ما مثلا جهت استرادی اگریم مثلا مهرنگار مثلا رستم وای در همین کنسرواتوری شعبه استراده رو ختم کرد.
مثلا ستاره کرامتالله بخش مقام رو ختم کرد. همین خیلی مثال ها بسیار آوردن ممکن است که امروز خصوصا آنهایی که در دانشگاه های مثلا هنر و صنعت میخوانند خوب روی صحنه بسیار خوب برآمد میکنند و با فکر من موفق هم هستند. تشکر معلمه برای صحبت و همصحبت امروزی ما استاد مستانه ارگاشова профессор консерватории ملی تاجیکستان هستند و ضمناً استاد را با روز تولدشان نیز تبریک میگوییم. تشکر زیاد. سلامت باشید.